الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان تقاضا کردن به نسبت مطلبی که در کانال خودم به نسبت همین وام دوران کرونا یا بسته حمایتی دوران کرونا نوشتیم توضیحاتی داده بشه. قبل از شروع بحث دیروز دوستان یکی از ادمین های کانالم بدون از مشوره بنده فتوایی را که بعضی از علمای محقق اهل سنت داده بودن همینو گذاشته بودن که فتوای ما برای این نیست. عزیزان ما فتوا داده بودن که اونایی که محتاجن میتونن این 1,000,000 را تقاضا بکنن و بگیرن، اونایی که محتاج نیستن هم این همین بهتره که نگیرن. من با خودم گفتم که در ما بین اون اشخاصی که یارانه بگید هستن آیا یک شخصی پیدا میشه که واقعا محتاج نباشه؟ اون یارانه بگیرها همین یارانه را صرف پول برق و پول آب و پول گازشون میکنن، چشمشون به تاریخ 20 و 22 و 25 هست که کی این واریز میشه. لذا چنین گفتاری که اونایی که مثلا محتاجن بگیرن واقعا در ذهن بنده نیومده. بعد از اون دوستان آمدن اسم این پولی را که دولت قراره به مردم بده اسمشو گذاشتن قرض الحسنه، که این با تعابیر قرض الحسنه بر مبنای اهل سنت اصلا موافقت نداره بلکه منافات داره. صاحب تفسیر کابلی در تفسیر آیه این تقرض الله قرضا حسنا فرمودن که قرض حسن دو نوع هست. یک، پولی را به دیگری بلا عوض دادن و فقط تقاضا و تمنای ثواب را از الله جل جلاله درخواست کردن. این میگن قرض حسن، میدی به خاطر خدا، فردای قیامت ثوابش را انشاءالله قراره که ما دریافت بکنیم. یا قرض الحسنه به این گفته میشه که به کسی دیگر قرضی میدهند و بدون از کوچکترین درصدی که بالای اون کشیده بشه عیناً همون پول را دوباره ما باز میگردن به ما، همون پول را ما دوباره میگیریم. به مانند همین دفترچه‌ای که روی همون دفترچه‌ای بانک به ما تحویل میده، پولی که ما در بانک میذاریم 10 میلیون، 15 میلیون، 50 میلیون، در همون دفترچه بالاش نوشته قرض الحسنه، یعنی عیناً ما همین پول در بانک به عنوان قرض میگذاریم و هر وقت که خواستیم دوباره اینو از بانک ما مسترد داریم و دوباره برای خودمون بگیریم عیناً همون پول را ما از بانک میگیریم، 1 تومن بالای اون نمیکشن. اینو میگن قرض الحسن. اما متاسفانه این چیزی که دولت مردان ایران به نام قرض الحسنه دارن به مردم میدن، متاسفانه در تعریف قرض الحسن داخل نیست. چرا؟ چون که چیزی که در یارانه برای ما مشخصه، بنابر اون مسئول هر خانواده یک واریزی در ما صورت میگیره، در عوض هر نفر 45,000 تومان. دولت مردان آمدن گفتن که بله ما 1 میلیون به شما قرض میدیم و اینو در اقساط 30 ماهه هر ماه 35,000 تومان از همین یارانه شما ما کسر میکنیم و اینو ما دیگه همینطوری از شما دوباره پس میگیریم. هر کسی بره حساب بکنه 30 ماه هر ماهی هم 35,000 تومان میشه چقدر؟ 1,050,000 تومان. لذا این بلا عوض نیست، این قرض الحسن نیست، بلکه این عیناً 5% بالای این سود کشیده میشه دوستان. لذا این درست نیست. و بنده به عنوان یک مولوی اهل سنت واقعا از این عمل کرده دولت مردم من شکایت دارم. اصلا در این مورد مناسب عمل نکردن. چرا؟ واقعا شما که دنبال رساندن خیر به مردم هستین، چرا مذهب و تعالیم اسلامی و دینی و فقهی ما اهل سنت را در این موارد لحاظ نمی کنین، مراعات نمی کنین؟ و چرا میاییم به ما یک مالی که پولی که در مذهب ما در تعالیم فقهی ما مشکل داره، ما مجبور میشیم که به نسبت این بیایم این همه قوقا و داد و قال و نشست برخواست را ما انجام بدیم. حتی از خود اصلا چرا با همون علمای اهل تشیع که خیلی از اونها به نسبت همین موضوع مخالف بودن و بیانیه ها صادر کردن که آقا این حرامه، چرا قبل از رسمی کردن چنین بیانیه‌ای این به نسبت فقه اهل سنت و فقه برادر اهل تشیع با این بزرگان دین نشسته نمیشه و با اونا مذاکره نمیشه که حرف
خود دولت مردان هم یکی در بیاد و بعد ما به مشکل گیر نکنیم. واقعا این بسیار برای دولت مردان ما بدنامی میاره. چرا؟ چون ما دیدیم دیگه اولا گفتن 12%، بعد اینا آمدن گفتن 4%، ما که حساب کردیم شد 5%. از اون طرف اسمش رو گذاشتن قرض الحسنه. جناب اگه اینطوری قرار ما در موارد خیررسانی خودمون یا در دیگر موارد امور مملکتی خودمون عمل بکنیم که هر روزی ما یک فتوا بدیم و هر روز یک بیان صادر بکنیم، مردم میگن که بابا اینا هم که معلوم نیست اصلا کدوم طرفی هستن، هر روز یک حرفی میزنن و این به هیچ عنوان به نفع دولت نیست. چون که دیدیم دیگه از علمای اهل تشیع هم به نسبت این موضوع خیلی بیانی ها صادر کردن که آقا این حرام نباید گرفته بشه و نهایتا خلاصه بنابر هر گونه مواردی آمدن و اینو گذاشتن، گفت اسمش گذاشتن قرض الحسنه و گفتن 4% که متاسفانه هم 5% در اومد. و از خود ما اهل سنت هم دو گروه شدن. ای کاش، شکایت من اینه، ای کاش نه تنها در این مورد، در تمام مواردی که دولت میخواد برای ما اهل سنت یا اهل کل مردم ایران میخواد خیلی برسانه، جناب شما بیاین تعالیم فقهی و اسلامی ما را که دین ما یکی از فقه ما فرق میکنه بیاین لحاظ بکنین که ما فردا در گرفتن این گونه موارد دیگه ما به مشکل برخورد نکنیم، راحت دیگه یک حرفش رو هم بر همان عمل بکنن. و ما اهل سنت خیلی راحت میتونیم به نسبت این مسائل بانکی و از این گونه موارد راهکار بدیم، خیلی راحت. متاسفانه کسی از ما نمیپرسه. در مورد همین بس حمایت دوران کرونا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، راهکار آسون خیلی. جناب دولت مردان بیان بگن که آقا ما ماهی 45,000 تومان به عنوان حق و حقوقی که برای شما قائل شدیم داریم میدیم به عنوان یارانه، حالا قراره که 1,000,000 را از همین پول ما جلوتر به شما پیش پرداخت بکنیم و ما از شما تقاضا داریم که شما هم یک 30 تومانی 40 تومانی حالا هم 50,000 تومان را شما هم از شما تقاضا داریم که با صمیم قلب اینو بیاین به فقیر فقرای روستای خودتون بدیم، به شهرداری بدیم، به بخشداری بدیم، به خلاصه کدام بخشی اینو خرج بکنن. کدوم مسلمانی که اینو قبول نکنه؟ دولت، جناب دولت شما دارید به ما خوبی میکنین، از ما هم خوبی را تقاضا میکنین، خواهش میکنین، آقا چشم ما اینو قبول میکردیم دیگه، هیچ مشکلی پیش نمی آمد. و خیلی از این گونه موارد مشکل، یعنی اهل سنت و خود بران اهل تشیع به نسبت این مسائل بانکی اگر از ما سوال بکنن که سوال نمیکنن، راهکارهای خیلی ساده و آبرومند که هم حفاظت دین و آیین و مذهب و فقه ما بشه و هم که آبرو و حیثیت دولت مردان هم که هر روز یک حرف نزنن بر سر جای خودش باقی میمانه. به این ما بین دولت و مردم، ما بین دولت و مردم بسیار محبت ایجاد خواهد کرد. متاسفانه این رویه‌ای که در پیش گرفته شده این اصلا به نسبت مردمداری کشورداری اصلا مناسب نیست. واقعا حیفه. همین ملت ایران بودند و مردم ایران بودند، ما ترکمنا و کردا و بلوچا و فارسا و لورا همه اقوام ما بودیم که در این جنگ ایران و عراق خواهران خود را بیوه کردیم، برادران خود را در این راه ما فدا کردیم و چقدر انسانهایی که فلج شدن و موجی شدن و خیلی مشکلات دیگه. حالا آمدین شما به خاطر 50,000 تومان آمدن و تعالیم مذهبی اسلامی فقهی ما را ملاحظه نکردن و اینطور مال شبهدار را به مردم اهل سنت و اهل تشیع اینطور پیشنهاد دادن. این واقعا قسم به خداوند متعال که هرگز این طریقه مردمداری حکومتداری در این گونه موارد دوستان نیست. خواهش من از شما دولت مردان اینه که بیاین، خواهشاً تقاضا میکنم بیاین ملاحظه بکنین. بحث جدیدی بود، وقت هم برای تبادل نظر زیاد نبود. علما دو گروه شدن، گروهی به جواز رفتن و گروهی مانند ما گفتن آقا جایز نیست. حالا در دو طرف دلایل وجود داره. نتیجه که ما رسیدیم اینه، ولی این واقعا جلوتر بنده گفتم یعنی ازهر من الشمس هست. به قول ما ترکمن ها میگن برای کور مشخص این که دارن 5% به نسبت همون پولی که دارن به عنوان قرض به ما میدن بعد دارن بالای این میکشن. حالا اون طرف دیگر علما هم حالا جواز دادن، من با اون مشکلی ندارم، حالا هر کسی بنابر صلاحیت خودش میتونه عمل بکنه. اما از نظر علمی بنده و اون اشخاصی که با بنده همراه هستن هرگز نتونستیم این را هضم بکنیم. اما از نظر تقوا
این از نظر علمی. اما از نظر تقوا چی؟ واقعا در این گونه موارد نبی خدا علیه السلام امت خود را راهنمایی کردن. در احادیث مختلف فرمودن که ان الحلال بین، حلال چیزی است که مشخصه، و الحرام بین، فرمودن که حرام چیزی است که مشخصه، و این بین الحلال و الحرام متشابهات، و ما بین حلال و حرام نبی خدا فرمودن که بعضی چیزا اصلا شبیهن، مشخص است حلال یا حرامه، فتوا مختلف شده، برای عوام مشخص نیست. لا یدری کثیر من الناس امن الحلال هی امن الحرام. نبی خدا فرمودن که برای اکثر مردم مشخص است که این حلال هست یا حرامه، آیا این از جمله حلال هست یا از جمله حرامه. فرمودن نبی خدا فمن ترکها، و مسلمانی که این گونه موارد رد بکنه، قبول نکنه و در این گونه موارد خودشو قاطی این گونه موارد نکنه، فرمودن استبرر لدینی و عدلی، چنین شخصی هم دین خود را حفاظت کرده و هم آبروی خودش را. و من واقع کسی که در چنین مواردی به این گونه موارد خودش را مبتلا بکنه، نبی خدا فرمودن یوشک ان یواقع الحرام، نزدیک این شخص به حرام مبتلا بشه. و دنبال فرمودن فمن رعا الی جن حمن، کسی که در کنار زمینی که غرق شده بره گوسفندان خودش را بچرانه و دیگر مثلا حیوانات خودش رو بچرانه، نزدیکی که گوسفندان رو چکار بکنن در همون زمین هایی که غرق شدن اونجا برند و چرا بکنند و در کار ناجایز چکار بکنن، مرتکب بشن. لذا نبی خدا فرمودن ولی کل ملک حمن، برای هر پادشاهی یک مناطقی هستن که اونا غرق هستن و اونجا حفاظت شده هستن. و این حم الله محارمه، نبی خدا فرمودن که اون مناطق حفاظت شده و غرق شده الله جل جلاله حرام های خداوند متعال هستند که الله متعال حرام قرار داده. لذا در چنین موردی که واقعا علما مختلف شدن و اختلاف علما در مابین حلال حرام هست و این هم از اون حلال حرام هایی است که بحث ربا هست و این همون ربایی است که نبی خدا لعن الله فرمودند که الله لعنت کرده چنین اشخاصی را که ربا را بگیرن. در چنین گونه موارد دوستان عزیزان فقط بحث این مورد نیست، در کل زندگی در کدام موردی که چنین شبهاتی وجود داره که مشخص نیست حلال یا حرامه، خودمون قاطی گونه موارد نکنیم. زندگی ما قبل از این هم با این 1 میلیون نگذشته، تازه قرار 1 میلیون که از ما دوباره بگیرن و 50 هم بالاش بگیرن. با خدا قسم اصلا ارزش نداره ما بیاییم خودمون به خاطر 1 میلیون تومان در زندگی خودمون اون چیزی که قلب ما داره به اون فتوا میده که آیا درست هست یا درست به نسبت درست بودن یا نبودنش، بیاییم خودمون در چنین گونه مواردی چیکار بکنیم، مبتلا بکنیم. نبی خدا فرمودن استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، اگرچه مفتی ها فتوا دادن، نبی خدا فرمودن که شما از قلب خودت هم فتوا طلب بکن که قلب انسان متقی، اونی که دنبال رضایت الله جل جلاله هست، اون از اندرون فرشته در طرف راست بر قلب او الهام میکنن که چنین چیز جایز هست یا جایز نیست. لذا دوستان همینه که الله جل جلاله به ما وعده دادن، خود وعده داده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله، کسی که از خدا بترسه، از حرام خودش را دور نگه داره، از شبه حرام خودش را دور نگه داره، چیکار میکنه الله جل جلاله؟ یجعل له مخرج، الله خود فرمودن که برای چنین شخصی الله متعال یک راه گذری، راهی را نشان خواهد داد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمیکنه الله جل جلاله بشین اشخاصی رزق خواهند داد. و من یتوکل علی الله، اون الله جل جلاله هفت بقا آسمان زمین همه در ملک اون هست و همه در قبضه قدرت اون هست. کسی که بر خدا توکل بکنه اون الله برای اون واقعا کافی است. لذا دوستان زنان فتوای من بر اینه که در چنین گونه موارد شبهه انگیز اصلا ما خودمون نزدیک چنین مواردی به هیچ عنوان نکنیم. نه در این مورد، در تمام موارد زندگی ما سعی کنیم که بر تقوا عمل بکنیم. حالا ما فتوا دادن، بعضی حالا کسی میگیره ما حرفی به نسبت اون نداریم، اون خود میدانه و خدای خود. فتوای من بر این است که چنین چیزی جایز نیست دوستان و واقعا حیفه، یعنی واقعا حیفه. ما الان داریم میشنویم دولت‌های کفار، همونی که ما رو کافر میدانیم، آمدن ریخت و پاش میکنن به نسبت ملت خودشون. اینقدر دادن، اینقدر مثلا تسهیلات دادن و اینطور مثلا به نسبت کرونا آمدن مثلا برای ملت خودشون بخشیدن. ما که در دولت جمهوری اسلامی ایران نام اسلام بر ما، نام قرآن بر ما، نام دین بر ما، واقعا میزیبد از دولت که در چنین گونه مواردی
واقعا دستشو باز بکنه و به فکر مردم، همونطور که در خیلی از موارد خدمات داره انجام میشه، در این گونه موارد هم خودی نشان بدن تا که همیاری و همفکری مردم به نسبت امور آینده از قبل محکمتر بشه و بهتر بشه. الله به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.